نازنین امیدی که جور و صحتمند و سر حال باشید، خوشحال باشید دوستای نازنین. دیگه امروز دیگه می آموزش فتوشاپ و خیر شروع میکنیم. دیگه اندازه که توان ما هسته، دیگه اندازه توان خود کوشش میکنیم، زحمت میکشیم که بهتر و خوبتر برای شما نشان بدیم و یاد بدیم که چطوری یک چیز مثلا می فتوشاپ مرحله شده، مثلا هر بخشی که مثلا که یک یاد بدی باید که یک کاری کنی که مثلا همین چیز رو مثلا نفرایی که مثلا امیر که میبینه سیلمونه بهتر خوبتر بفهمه. اگر نفهمم که مثلا خیلی مستخت زیر کلگیش درس بدم در یک ساعت خلاص میشه، و یا مثلا خیلی چیز کنی خوب نمیشه گام به گام هم ساده درس بدم که کلگی باز بچه ها گفته بی رقم شه رقم سخت است، رقم شه مشکل است، خیلی اعتراض کرده بدین. ولی ایران ما که این طرح آموزش میدیم بسیار ساده، بسیار همینطور دانه مرحله به مرحله گام به گام. اوکی دوستای نازنین که دیگه که شما از این لذت ببرید. اگر خوش شما آمد یک لایک یک شیرم کنید که ویدیو بخیر که از لایک و شیر شما دیگه بره بالا و حمایت شوه. دوستای نازنین امروز میخوایم که می بخشی کامera رو فیلتر اینی بخش را دیگه دوستا که زیاده دیگه هر مرحلهش باید امیت ویدیو رو دنبال کرده برید که تا مرحله به مرحله کل چیش را برای شما نشان بدم، چون یک چیز ضروری بوده این مرحله ای که کامera رو فیلتر یک چیزی بخشی خیلی عالی، خیلی خوب، خیلی مثلا برای عکسایی که کسایی که تامنیل جرمونه برای یوتیوب یا مثلا برای سایت، برای فیسبوک، تیک تاک یا اینستاگرام، مثلا هر چیز مثلا که جرم میکنه عکس این خیلی خوب است، به خاطر که تو مثلا رنگی عکس تو کیفیت کمتر باشه یا رنگ سرخ باشه یا سبز باشه یا سیاه باشه یا مثلا که میخوای رنگش روشن تر باشه، یعنی برنامه منه. چون به این برنامه خودم خیلی مشکل داشتم سابق از این مرحله، به خاطر از یک میگم که این ما برای شما نشان میدم که به خاطر که خیلی مهم است این زیاد معرفی نشه، به خاطر مهم است. چرا که در این بخش های کسی که یوتیوب داره، اینترنت داره، چیز داره، یوتیوب، اینستاگرام و فیسبوک و تیک تاک چیزا داره، این خیلی کاربردی است که عکس خیلی میخوایی که یا مثلا یک فونت مثلا خوب تمیز کنی، رنگش رو روشن کنی، خیره کنی، یا مثلا یک عکس یا یک متن کلیش خیره روشن کنی. یعنی برنامه در نظر من که یعنی بخش عالیه دیگه. از با در بخش تا بخش میتونم مرحله و مرحله برای شما آموزش میدیم. ویدیوهای ما رو دنبال کنید که مرحله بعدیش را از دست ندید. یعنی بخیر دیگه مریم شروع میکنیم. یعنی این چیزی را که است بسته میکنیم، این فایل مریم یک عکس میریم که شما ببینید که واقعا که این چطور است دیگه، کیفیتش واقعا که خوب است یا نیست. یعنی عکس خود ما میرم، عکس خودم میرم. این دوستان میبینید که این عکس خودم است دیگه. دوستایی هم آماده تر کردن نیست عکس ما، به خاطر چی نمیلم که عکس باید طبیعی بلم که شما ببینید مثلا این صورت این عکس ما این یا حالت هسته. این دیگه ببینید برای فیلتر دوستان خوب توضیح برای فیلتر کامera رو فیلتر این را کلیک کنید. اگر میتونید که از روی صفحه کامپیوترتان شیفت مثبت کنترل مثبت اگر کلیک کنم میشه کلید مخفف شه. اگر مثلا روی صفحه از اینجا بید ما از این شما نشان دادم به خاطر که بهتر بفهمید. این برای کسایی است که خیلی دیگه ساده هم ابتدایی درس میدم، به خاطر که هر کسایی که مثلا درسش بالا است چیزاش میفهمه برایش آسانه.
برای کسا جور کنم که بعضی بچه ها بودم مثلا نمیفهمیم که چی رقمی رو جور کنیم. اینه دوستا اینی رنگایش هسته. یعنی رنگا دیگه اینی رنگا بهتر این کالور است. کالور بلد این لایت یک سپوزو اینه کم روشن کنه. ویش بستگی در عکس داره که مثلا شما مثلا چقدر عکس میخوای روشن کنی. یعنی عکس خیره فکر که یعنی تاریک است. یعنی قد خیره من باید نمیخوام که خیلی روشن کنم خیلی روشن کنم اما دوستا عکس خراب میشه. یعنی قد روشن منم این عکس از من خیلی خیره بود دیگه. اگر بازم اینی رقم میتونه باشه یا نباشه موقع زیاد دیگر نمینه. اینه در مرحلهش بستگی در خود جمع داره که چی قدرش بالا بود و چی قدر پایین دیگه. کامپوز، کانتراست، هایلایت، شادو، وایت، بلاک یعنی چیزایی کل مرحلهش دیگه بستگی در عکس داره که بعضی عکس ها تنها یک بلاکش لازم است یا مثلا کانتراکتش. بعد از اون مرحله بعدی دوستان اتوماتیک است یعنی رقم جمع و ایش مثلا از شد دیگه کاستوم دیگه این رقم مثلا کمو کاستوم شو برید بهتر است. میتونه خودم فقط دیست جور کنی بالا پایین کنی چون اتوماتیک زیاد خجالت نیه. الان میتونی این رنگ میتونی بستگی در هر طراحی دیگه تو عکس خیلی چی رقم جور میکنی. من این رقم این مخصوص برای که صورت پاک نمیکنه بخاطر مخصوص کسته عکس تر نور شده خوب میکنه دیگه. بعد از افکت میتونی که افکت بدی افکت زیاد کنی زیاد صورت اون رقم میشه ولی کم بده. چیش رو مرحله کم یعنی کم دیگه بشه بستگی در عکس در دوستا که شمارش منم خاکستری دیگه درش کم. یعنی ها کستم رنگایش هست دوستا. یعنی کالر میکسر رنگای قاطی داره میتونه که آجر بالا و دیگه کلگیش بالا و پایین کنه. یعنی فقط اگر زیاد دک شما چیز بود که رنگش رو کم کنه. اگر زیاد لازم داشت میتونه زیاد کنه. این رو در مرحلهش بعدیش ما متصادم میرم دیگه. یعنی جمع رنگ یا بادم سفید میخوای کنی میخوای کم بانی ما 16 فکرم سه برای از من دیگه یایش دست ندارم بخاطر که لازم ندارم دیگه. نویز ریدکسیون اگر بدی اکسترنل مثلا کمی آرایش منه صورت کم پاک منه تمیز منه. ما مثلا بخوایم که صورت کم پاک کنم ولی دوستان با این چشمایش باید پیش اب کدو لازم نیست دیگه. این البته ما خیلی زیاد صورت پاک میتونه بستگی در خود داره چه قصد که خیلی صورت خیلی تمیز کنی. یعنی دوستان به نظر من خوب است دیگه. دیسترکشن عکس میخوایی که کم عکس تو پیش هسته میتونه پشت سر ببری یا میتونه همی دیزاین بلم میشه ولی یا میتونه که پیش بری. به نظر من ما طبیعی میرم طبیعی میتونه که ویژه کنید دستاری که اینی مرحله‌اش هم هست زیاد است ولی هیچ زیاد ضرور نیست که آدم میتونه که استفاده کنی از رنگایش البته یایش دیگه بعدش غیر فعال هم هست میتونه که استفاده کنه. ما برش من نشان میدم ولی یه باید یعنی بعدش که رنگایش باید زیاد رنگیش
طبیعی خیر از دست میده. بهتره که استفاده نکنم. ما اینش استفاده نمونم به خاطر که رنگش حالت طبیعی خود دست میده. شما باید خودت باید مواظب باشی که صورت عکس تو مشکل پیدا نکنه. بعد اوکی میکنم. اینی عکس سابقش بود. اینی صبر کن که عکس به چی حالت میشه که یاد داریم. خواهیم کدام یک بنده خدای دیگه یاد بدم که بنده خدای دیگه هم از زمین لذت ببره. اینی عکس کسته. اینال فکر که عکسش می رنگش تاریک است یا مثلا روشنه. اینی عکس کسته باشه. اینال ما برای شما عکس سابقش هم برای شما میرم که دوستای نازنین نبک یک عکس چطور بودیش. فلت کن. این دوستای نازنین ما میخوایم که را در یک فولدر نشان بدم برای شما که عکس چقدر تاثیر داره، چقدر خوب است. دوستا اینی دوستا ویدیو طولانی نشه. من آماده جور نمیکنم به خاطر که این دوستا فرقش دیدی. میبینید اینی عکس دست جور کدوم. اینی جور کدوم ایران بازم که ما مثلا خیلی دیگه آماده جور نکنم اندازه که ویدیو گفتم طولانی نشه. امیر اینی میخوام اندازه جور کدوم. اینی عکس قدیمیشه. اینی عکس جدیدی که نوش را تنظیم کنم با کامera گرو فیلتر. یعنی حالت آمده شما خودتون قضاوت کن دیگه. نه از این بعد مرحله برای شما نشان میدم دوستای نازنین که شما از این لذت ببرید دیگه. دوستای نازنین میخوایم که ویدیو طولانی نشه دیگه. ویدیو میخوایم طولانی نشه به خاطر امزی دیگه با شما دیگه خدا حافظی میکنم دوستای نازنین. دیگه خدا یار و نگهدار شما دیگه. شب شما خوش. اینجا که شب دیگه نمیفهم جار شهر شما که روز شب دیگه. شب شما بخیر، روز شما بخیر دیگه. خدا حافظ. تا ویدیوی بعدی رو بخیر.